این پزشک انگلی رو داره خارج میکنه که ممکنه برای همه ما پیش بیاد. با اومدن سال جدید خیلی‌ها هنوز ماهی قرمز میخرن، در حالی که این ماهی‌ها از چین وارد میشن و منبع بیماری‌های واگیردار مثل انگلن. اگه بچه کوچیک دارین به هیچ وجه نذارید به آب تنگ ماهی دست بزنه، چون ممکنه بیماری پوستی تو صدمی از ثانیه منتقل بشه. از طرفی رهاسازی این ماهی‌ها تو رودخونه باعث آلوده شدن آب و انتقال انگل به انسان میشه. فکر کن این ماهی تو رودخونه‌ای ول بشه که سد آب شیرین یه شهر ازش تغذیه میشه. جالبه بدونی این ماهی برخلاف ظاهرش به شدت تهاجمیه و از تخم بقیه آبزیان تغذیه میکنه. پس تو آکواریوم همراه بقیه ماهی‌ها نذارید و تو دریا هم رهاشون نکنید. طبق تحقیقات اخیر ماهی قرمز بیشترین ضربه به محیط زیست ایران زده و باعث شده خیلی از بچه‌ها از همون سن کم دچار انگل و آلرژی بشن. این پستو بفرست برای اونی که سلامتیش واسط مهمه. تو کامنت ها هم بگو امسال خرید عید رفتی؟